سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 31 آگوست تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. نامه اعتراضی پرزیدنت رادیوی آزادی جیمی فلای به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان. پرزیدنت اولین و آخرین SSSR میخائیل گورباچوف از عالم چشم پوشید. خواهر قربان چال برای کشتن یک کودک صنف دو به 12 سال زندان محکوم شد. بازدید داستانی کل تاجیکستان از عربستان سعودی. سامون ایر هواپیمای نوش را به نام میرزا ترسونزاده گذاشت. صبح 31 آگوست در تاجیکستان باز یک زمین لرزه رخ داده است. 9 سال حکم زندان مهاجر تاجیک برای کشتار همکاری که او را تأخیر میکرد. و اکنون تفصیلات خبرها. جیمی فلای پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در نامه به رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از موج نو آزار و اذیت و تلاش‌ها برای مانع گذاری به کار خبرنگاران رادیوی آزادی اعتراض بیان کرده است. این پیام روز 31 آگوست به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان رسانیده شد. واکنش رئیس جمهور تاجیکستان یا دستگاه او به این نامه فلای الحال دسترس نشده است، ولی در گذشته آنها اصرار داشتند که فضای کار برای رسانه‌های اخبار عام در تاجیکستان باز و آزاد است. فلای میگوید بعد ناآرامی‌های ماه می در ولایت مختار کوهستان بدخشان موردهای ترس دادن و تعقیب ژورنالیستان رادیوی آزادی و اعضای عائله‌های آنها از گذشته بیشتر شده است. خبرنگاران رادیوی آزادی و نسته‌اش وریمه و اعضای عائله‌های آنها مورد حمله قرار گرفته دستگاه‌های کاری آنها مصادره شده است. آنها مورد تحقیر اینترنتی و لفظی قرار میگیرند، برای کوتاه مدت بازداشت میشوند و به هیچ دلیل تهدید و بازداشت میگردند. نوشته است جیمی فلای. شیوه سرکوبگرانه ضد رادیوی آزادی خبرنگاران ما و اعضای عائله آنها غیر قابل قبول و کاملا خلاف اظهارات قبلی شما و حکومت درباره پشتیبانی تاجیکستان از آزادی مطبوعات است. او در مراجعتش به پرزیدنت تاجیکستان افزوده است همان گونه که سال 2019 در ملاقات تیورخ گفته بودم، رادیوی آزادی پایبند معیارهای بلندترین روزنامه‌نگاری است و به خاطر تهدیدها و آزار حکومت به این معیارها خیانت نمی‌کند. شما آن زمان از کار رادیوی آزادی اظهار سپاس کرده گفته بودید که خواهان در تاجیکستان ماندن رادیوی آزادی میباشید. پرزیدنت رادیوی آزادی از نام نمایندگان کنگره آمریکا یاد کرده است که در پاسخ به آن مقامات تاجیکستان دلیل خواستند. نامه با فکت و دلیل‌ها به نام وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین موریدین در ماه فوریه امسال از طرف جیمی فلای فرستاده شده بود و آن به نامه نو به عنوان پرزیدنت تاجیکستان نیز اضافه گردید. در این نامه ده‌ها مورد فشار و تهدید به کارمندان رادیوی آزادی ذکر شدند. فلای اظهار نگرانی میکند که چنین عملکردها ادامه و گسترش یافتند. او گفته است اگر مقامات تاجیکستان از آزار ژورنالیستان مستقل ما دست نبردارند، رادیوی آزادی مجبور می شود ادامه فعالیتش را در کشور شما بازنگری کند. خبرنگاران رادیوی آزادی روز 7 ماه امسال بعد صحبت با روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفت خانم محمدچایوا که دیرتر با گمان دست داشتن در اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان بازداشت شد، لطوکوب شده جهاز کاریشان مصادره گردید. مقامات انتظامی گفتند که روز 7 ایون به تحقیق پرونده سر کردند، ولی تا حال هیچ پاسخی در این زمینه دسترس نشده است. وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم‌زاده روز 19 ایول در نشست مطبوعاتی گفت تحقیق حمله به خبرنگاران زیر نظارت اوست، ولی به سوال آن که چرا تا حال حمله‌وران آشکار نشدند پاسخ مشخص نداد. تنها گفت جنایت‌هایی است که آشکار نمی‌شوند. میخائیل سرگیویچ گورباچوف آخرین دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی و پرزیدنت اولین و آخرین SSSR شام 30 آگوست سال 2022 در سن 92 از عالم چشم پوشید. شام امروز بعد بیماری سنگین و طولانی میخائیل سرگیویچ گورباچوف وفات کرد. خبر داد بیمارخانه مرکزی کلینیکی. بنا به اطلاع خبرگزاری تاس، میخائیل گورباچوف هنوز در اولهای پاندمی کرونا ویروس در این بیمارستان واقع در شهر مسکو بستری کرده شده همان وقت تحت نظارت طبیبان قرار داشت. تلگرام کانال مش با تکیه به منابع خودش خبر داد که گورباچوف چند پیش از مرگش به خاطر گمادیالیز به این بیمارستان مراجعت کرده بود. بنا به اطلاع این نشریه، رهبر سابق اتحاد شوروی را بیماری گرده‌هایش اذیت میداد.
یک نفر نزدیک به دایره گرباچوف به تاس خبر داد که او را در آرامگاه نوادیویچ در مقبره اولویه‌شان در پهلوی همسرش رئیس گرباچوف به خاک می‌سپارند. رئیس گرباچوف انو سال 1999 در سن همگی 67 وفات کرده بود. میخائیل گرباچوف از ماه مارت سال 1985 تا آگوست سال 1991 دبیر کل KPSS حزب حاکم در اتحاد شوروی بود. او همزمان سالهای 1990 1991 پرزیدنت اتحاد شوروی بود. گرباچوف بعد کوشش تبادلات گکچپ در ماه آگوست سال 1991 از KPSS و 25 دکامبر سال 1991 از مقام پرزیدنت SSSR نیز استعفا داد. یک روز بعد استعفای او SSSR همچون دولت از بین رفت و به 15 کشورهای علاوه تقسیم شد. سال 1990 گرباچوف برای سهمش در آوردن آزادی‌های دموکراتی به کشورهای سابق کمونیستی با جایزه صلح نوبل سرفراز گردانیده شد، ولی با گذشت 30 سال از فروپاشی اتحاد شوروی و لاگر کشورهای کمونیستی نظرها به میراث گرباچوف در جامعه گوناگون باقی میمانند. گروه او را برای نسیم آزادی‌های دموکراتی در کشورهای سابق کمونیستی و از بین بردن رژیم‌های خودکامه در SSSR و کشورهای متحدش تفسیف میکنند، اما گروه دیگر تا حال او را برای خراب کردن اتحاد شوروی و به ورطه جنگ‌ها و بحران‌ها افکندن اهالیش به باد انتقاد میکشند. دادگاه شهر بختر مدینه احمد خواهر قماندان‌های زمان مشهور قربان چول و سلطان چول را به قصداً رسانیدن ضرر به سلامتی که باعث مرگ کودک صنف 2 شده است گناهکار دانسته به 12 سال زندان محکوم نمود. در این باره مرتضی‌زاده مصطفی دادرس دادگاه شهر بختر به از پلیس خبر داد. مرتضی‌زاده مصطفی رئیس کننده مرافعه دادگاهی پرونده مدینه احمد گفت که حکم او روز 23 آگوست سال 2020 صادر شده است. در هفته مرافعه سعودی مدینه احمد صادر کردن جنایت قصداً رسانیدن ضرر به سلامتی را بر اساس ماده 110 قسم 3 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان اقرار کرد. همین طور در هفته مرافعه دادگاهی گناه او پورا تصدیق خود را یافت و دادگاه او را 12 سال از آزادی محکوم کرد. ابراز نمود مرتضی‌زاده مصطفی. یادآور میشویم که مدینه احمد سال تولدش 1995 زاده نویه کوشانیان خواننده صنف 2 مکتب میانه رقم 8 شهر بختر زیادالله رازقوف را روز 27 ماه سال روان در منزل اجارهشان با تسمه میانبند چرمی مردانه لطو کرد و در نتیجه کودک خردسال به هلاکت رسید. محکوم شده مدینه احمد سبب لطو کودک را در وقت تفتیش پیشکی شهر داده گفته است که زیادالله رازقوف جان شوندش از همیان او 200 سامانی را گرفته است. مدینه احمد خواهر قماندان‌های یک زمان در منطقه کولاب مشهور و پرنفوذ قربان چول و سلطان چول است. مدینه احمد سال 2019 دانشگاه دولتی شهر بختر را ختم کرده به حیث یاور مدیر مکتب میانه رقم 8 شهر بختر کار میکرد. اتفاقا در همان مکتبی که کودک از دست او کشته شده زیادالله رازقوف هم همانجا تحصیل میکرد. دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان از 27 تا 30 آگوست سال 2022 با یک سفر کاری از عربستان سعودی بازدید و با دادستان کل این شایگری سعود عبدالله المعجب ملاقات کرده است. مرکز مطبوعات دادستان کل تاجیکستان خبر داد که یوسف رحمان و سعود المعجب در جریان این دیدار مسئله های مقاومت به تروریسم بین المللی و افراطگرایی، تندگرایی، خرید و فروش آدمان، معاملات غیر قانونی مواد نشئه‌دار در حدود عربستان سعودی، همچنین تروریستی اعتراف نمودن بعضی تشکیلات و گروه‌های تروریستی اکستریمیستی و دیگر ظهورات جنایتکاری ترانس ملی را محاکمه کردند. بنا به اطلاع رسمی به خاطر عملی گرداندن موافقه‌های به دست آمده و در چارچوب شرطنامه‌های بین المللی به رسمیت درآوردن آن بین اداره‌های دادستانی دو کشور یک یادداشت تفاهم عاید به همکاری در ساحه مقاومت به تروریسم، مبلغ گذاری آن، قانونگردانی درآمدهای برای جنایت به دست آورده و جنایت‌های اساسی علاقمند به آن به امضا رسانیده شدند. دادستانی کل تاجیکستان چند سال باز تلاش دارد تا فعالیت حزب و سازمان‌های در این جمهوری تروریستی اعتراف شده به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشورهای دیگر نیز رسما من و این سازمان‌ها تروریستی اعتراف شوند. فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان هنوز سال 2015 من گردیده. این حزب اپوزیسیونی در این کشور به هر دو روی خط سیاه سازمان‌های هم افراطی و هم تروریستی شامل کرده شده است.
اوچقون شکوروف یک جوان زاده تاجیکستان در شهر اکاترینبورگ روسیه در لاتاریه ماشین ارزشش 600,000 روبل را برده است. اوچقون به جای ماشین پولش را گرفته این پول را برای گذرانیدن توی دامادیش صرف کرده است. قصه این مهاجر خوش اقبال از تاجیکستان را روز 31 آگوست سال 2022 خدمات مطبوعات لاتاریه ستولاتون نشر کرد. بنابراین قصه اوچقون شکوروف در طول 2 سال در یک دکان ستولاتو در شهر اکاترینبورگ چپته های لاتاریه دولتی را می خرید. بخت بروی او در شماره 1365 روسکای لاتو خندید و او ماشین نرخ 600,000 روبل مدل قریب $10,000 را برد. خود اوچقون چگونه این لاتاریه را خرید است چون این قصه کرده است: فروشنده دکان ستولاتو یک بسته چپته های لاتاریه را در پیش من مثل بادبیزک کشود و من از بین آنها یکیش را جدا کرده خریدم. وقتی به تلفن من پیامک برد آمد من راستی به همان دکان رفتم و در آنجا به من گفتند که بخت بروی من خندیده است و من ماشین بردم. اوچقون شکوروف از تاجیکستان بوده در اکاترینبورگ مرد کاری میکند. او به جای ماشین پولش را گرفته است. او در حال صاحب چنین برد بزرگ شد که میخواست زن بگیرد. به این دلیل اوچقون پول بردهاش را برای توی خود صرف کرده است. پایگاه قزاقی فینپرام بر اساس آمار لایحه معلومات درباره مکان و حوادث مربوط به مناقشه‌های مسلحانه که از جمله اقدام‌های اعتراضی در کشورهای دنیا را پیگیری می‌کند حساب کرده است که در بین 3 سال از 30 ایول سال 2019 تا 29 ایول سال 2022 در 5 کشور آسیای مرکزی 4449 تظاهرات اعتراضی دایر شده است. اکثر این اعتراضها 84% از شماره عمومی یا 4172 اعتراض در قزاقستان، 59% در قرقیزستان دایر شده. 13% تظاهرات در این 3 سال گذشته در ازبکستان ظاهرا نسبتا آرام برگزار گردیدند. نزدیک 2% از جمع عمومی اعتراضهای آسیای مرکزی یا 87 اعتراض در تاجیکستان دایر شدند. در این کشور از جمله سال 2019 20 اعتراض، سال 2020 28 اعتراض، سال 2021 23 اعتراض و در ماه‌های اول سال 2022 16 اعتراض ثبت شده است. مرکز و منبع اساسی اعتراضهای تاجیکستان البته ولایت مختار کوهستان بدخشان بود، ولی موج اخیر تظاهرات در این منطقه ناآرام را مقامات در ماه می سال 2022 با استفاده از نیرو سرکوب کردند که به حساب سازمان ملل این باعث مرگ حدود 40 نفر شد. معلوم می شود اعتراضات در ترکمنستان کشور اعظم آرام آسیای مرکزی نیز گاه رخ میدادند. در 3 سال آخر در اینجا 29 اعتراض ثبت شده است. اینا اساساً به نام اعتراضها برای نان بودند که ساکنان به نشان اعتراض به کمبود شدید محصولات خوراکواری اظهار ناراضگی میکردند. ولی کشور از لحاظ اعتراضها از همه بای در منطقه قزاقستان باقی میماند. در اینجا ساکنان از سال 2006 به این طرف الکی 3 مرتبه توسط اعتراضها پرزیدنت‌های خود را برکنار کرده حکومت نو را روی کار آوردند. مرکزهای زلزله نگاری قزاقستان و ازبکستان خبر دادند که صبح 31 آگوست سال 2022 ساعت 08:11 دقیقه به وقت محلی در قلمرو تاجیکستان باز یک زمین لرزه رخ داده است. بنا به معلومات مرکز جمهوری مانیتورینگ زمین لرزه های وزارت حالتهای فوق‌العاده ازبکستان، زمین در قلمرو تاجیکستان در عمق 15 کیلومتر لرزیده. مرکز این آفت طبیعی در 220 کیلومتری جنوب و شرق تاشکند جایگیر شده است. شبکه ایستگاه زلزله نگاری وزارت حالتهای فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که مرکز زمین لرزه در 84 کیلومتری جنوب غربی شهر الماتو جایگیر شده. زمین در عمق 15 کیلومتر لرزیده است. طبق کوردینات‌های آورده زلزله نگاران قزاق، مرکز زمین لرزه در کوههای ناحیه عینی ولایت سوخت در شمال تاجیکستان جایگیر شده است. درباره شدت زمین لرزه در مرکزش اطلاع تا حال نشر نشده است، ولی در ولایت همسایه جیزق ازبکستان شدت زمین لرزه طبق جدول ریختر از 2 تا 4 بال را تشکیل داده است. زلزله نگاران تاجیک تا این ساعت این خبر را شرح ندادند. درباره کدام خسارات جانی یا مالی بر اثر این آفت طبیعی گزارش هنوز به دست نرسیده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت میشوند. یادآور میشویم 2 ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن ناحیه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده. در این ناحیه و ناحیه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند.
دادگاه نویه باگراتیونوفسکی ولایت کالینینگراد منطقه اعظم غرب روسیه روز 3 آگوست سال 2020 اونم یک شهروند 53 ساله تاجیکستان را با جرم کشتن یک همکارش به 9 سال زندان محکوم کرد. دادگاه گفت او و نه چند مدت در یک کارخانه پلیت براری در ولایت کالینینگراد همکار بودند، از بس که نه دائم او را در جای کار تحقیر میکرد و شان و شرفش را پست میزد، بین آنها پیوسته مناقشه ها صورت میگرفتند. روز 7 فوریه سال 2022 وقتی که آنها امرو در شهرک نیونسکیه در نویه باگرادیونوفسک مشغول پلیت چسبانی بودند، نه دیگر باره مهاجر تاجیک را تحقیر کرده است و او این دفعه بلغه را به دست گرفته از قفا به نه نزدیک شده است و به قسمت سر وی 18 ضربه و 2 ضربه دیگر به قسمت دستای او زده است. سپس از جای حادثه فرار کرده است. نه را بعد چند کارگران دیگر پیدا کرده در حالت وزنین با سر و روی خونشور به بیمارستان بردند، ولی متاسفانه او جان داده است. محکوم شده در سخن آخرینش در دادگاه خود را گناهکار اعتراف نکرد و گفت که قصد کشتن او را نداشت. در شر سبب با بلغه کوفتن همکارش او گفت که جبر دیده دائم او را تحقیر میکرد و شان و شرف انسانیش را پس زده رفتار غیر اخلاقی داشت. با این وجود دادگاه نویه باگرادیونوفسک مهاجر تاجیک را بر اساس ماده 105 کودکس جنایتی روسیه در آدمکشی گناهکار شناخت. خدمات مطبوعات دادگاه گفت این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است و محکوم شده میتواند از آن شکایت کند. شرکت هواپیمایی سامون ایر صحنه 3 آگوست سال 2020 یک هواپیمای بوئینگ 737-800 را وارد دوشنبه کرد. این هواپیما از 189 کرسی اکونوم عبارت بوده به نام قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده نامگذاری شده است. خدمات مطبوعات شرکت خبر داد که قرار است در اول ماه سپتامبر باز یک هواپیمای دیگر بوئینگ 737-800 شامل پارک هواپیمایی سامون ایر شود. گفته می شود هر دو هواپیما در اساس لیزینگ از یکی از بزرگترین شرکت‌های لیزینگ اوییشن کپیتال گروپ گرفته شدند. با دریافت هواپیماهای نو شماره هواپیماهای شرکت هواپیمایی سامون ایر در مجموع به 6 عدد میرسد. 2 هواپیمای بوئینگ 737-900 و 4 هواپیمای بوئینگ 737-800. هواپیماهای قبلی سامون ایر نیز به شرف شخصیت‌های بزرگ مردم تاجیک از جمله به شرف اسماعیل سامونی، صدرالدین عینی، شیرینشاه شاه تیمور نامگذاری شدند. شرکت هواپیمایی سامون ایر از سال 2008 در بازار بین المللی فعالیت داشته از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، هندوستان، روسیه، قزاقستان و ازبکستان پروازهای منتظم انجام می‌دهد و در عین زمان در فکر احیای پروازها به سمت خطای و راه اندازی پروازهای منتظم به سمت عربستان سعودی می باشد. تلگرام کانال کمیته باجخانه ازبکستان روز 31 آگوست سال 2020 خبر داد که کارمندان باجخانه فرودگاه تاشکند از بغاج یک مسافر 50 بچه زنده تمساح‌ها را پیدا کردند. این مسافر با نام MS که شهروند کجا بودنش گفته نشده است از قاهره پایتخت مصر به تاشکند آمده بود. در نوار نشر کرده باجخانه ازبکستان دیده می شود که کارمندان باجخانه هنگام تفتیش بغاج مسافران در بغاج MS چیزهای غیر عادی را مشاهده کردند و از او خواستند تا بغاجش را باز کند. معلوم شد که او 50 بچه تمساح‌ها یا کراکودیل را در بین میوه و سبزیجات چون سبزی، لیمو، بنان پنهان کرده کانتینرها را با فلگه هم رو پوش کرده است تا کارمندان باجخانه درون آنها را دیدن نتوانند. در رابطه با این حادثه تفتیش شروع شده است و تفتیشات باید از جمله معاین کند که MS با چه مقصد 50 تمساح بچه ها را میخواست به ازبکستان وارد کند. این تمساح بچه ها ظاهراً به تمساح‌های دریای نیل مانندند. کارمندان کمیته دولتی اکولوژیا و حفظ محیط زیست و پاسگاه بیطاری در فرودگاه تاشکند تمساح بچه ها را موقتاً برای نگاه و بینی به باغ حیوانات تاشکند سپاریدند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 29 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 19:30 راننده ماشین تمغه اوپل زفیرا حمیدوف اکمل جان سال تولدش 1991 ساکن نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در شوروی غفوروف کون بادام در گردش جماعت دهات خست ورز از عهده اداره ماشین نبرآمده و مقابل سمت رو برآمده به ماشین تمغه اوپل ویکتورا تحت اداره قدوسوف عزت الله
سال تولدش 1987 ساکن شهر اسفراد برخورده است. در نتیجه ماشین اوپل زفیره به سکوتر تحت اداره بابوکالونوف اسمان سال تولدش 1970 ساکن نویه مذکور برخورده است. بر اثر این صدمه مسافر سکوتر بابویف عبدولی سال تولدش 1961 ساکن نویه غفوروف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.